سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 6 اوگوست همراه شما. مقامات رسمی میگویند اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام شده است و دو طرف برای پیشگیری از تکرار جنجال و مناقشه بین ساکنان روستاهای نزد مرزی گفتگو دارند. مقامات تاجیک و قرقیز روز 5 اوگوست به محل حادثه رفتند و از منطقه جنجالی دیدن کردند و با مردم گفتگو انجام دادند. روزهای 3 و 4 اوگوست بین ساکنان روستاهای سامانیان ناحیه اسفره و روستای کوکتاش بادکند برای آب و زمین جنجال و مناقشه سر زد. در نتیجه سنگ اندازی و استفاده از تفنگ شکاری از هر دو طرف 13 نفر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان یک فیلم نیم ساعتی را درباره گروه از شهروندان کشور نشان داد که از سوریه برگشتند و میگویند آنها را از راه فریب به این کشور جنگ زده بردند. در این فیلم که دفتر مطبوعات وزارت روز 6 اوگوست در اختیار رادیو آزادی گذاشت، چند جوان و یک زن تاجیک نقل میکنند که در روسیه فریفته وعده های افرادی شدند که به جلب جوانان به جنگ سوریه مشغول هستند. ما رفتم اینجا در اونجا روی رسیدگی دیدم وضعیت چی رو دیگه چیز کردم، در اینترنت برآمدم این طرف که بگیریم مرا گفته. ما نمیدونستیم که برای برگشت ندارم و چون گفته که بخو میگردونیم با پشیمون شدگی ما در اینجا در رفته برابر پشیمون شدم که برآمدم کمتر. بعضی از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند میگویند در سوریه و در مناطق تحت نظارت گروه دولت اسلامی سختی و جبر زیاد کشیدند و با مشکلی توانستند به تاجیکستان برگردند. دادگاه عالی تاجیکستان امر دادگاه دوشنبه درباره پرداخت 97265 سامانی جبران مادی و معنوی به یک سرباز مجروح تاجیک را به اعتبار کرد که این سرباز هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی مجروح شد. گردن شهبال میرزویف ساکن 23 ساله ناحیه اشت ماه مارس سال 2014 بعدی بدرفتاری هم خدمتش آسیب دید و او تاکنون راه رفتن نمیتواند. ماه می امسال دادگاه نظامی دوشنبه دعوای شهبال بر ضد ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را درست شمارید و امر داد که ریاست به سرباز مجروح بیشتر از 97000 سامانی جبران بپردازد. اکنون قرار است بعد از به اعتبار شدن امر دعوای شهبال را یک دادرس دیگری دادگاه نظامی دوشنبه بررسی کند. افسری که شهبال را مجروح کرد به 9 سال زندان محکوم شده است. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم‌های ملی روز 6 اوگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت حج خیریه گفتنی چیزی وجود ندارد و مردم نباید فریفته این گونه گزارش‌ها بشوند. با گفته کمیته دین سر و صدا درباره سفربر نمودن شهروندان به حج خیریه میان مردم نافهمی‌ها را به وجود آورده است. با گفته کمیته دینی تاجیکستان خبرها درباره اینکه بعضی از گروه‌ها و افراد علاهیده خواهشمندان محتاج را به زیارت مکه و مدینه می‌فرستند اساس ندارد و مردم نباید به این آوازها باور کند و به ادام قلابان بیفتد. سال گذشته از تاجیکستان 6300 نفر فرض حج را ادا کردند. شرکت هواپیمایی سامان ایر میگوید لباس رسمی راهبلدان شرکت را تغییر داد و از این بعد دختران راهبلد لباس‌ها با رنگ مرجانی نیلی به بر می‌کنند. لباس‌ها در شرکت ترکی رمتکس یونیفرم آماده شدند و به گفته سامان ایر گردنبندهای دخترانه و پسرانه آن با نقش و نگار شرقی آرا یافتند. سامان ایر چند هواپیمای بوئینگ دارد و از جمله به آلمان و ترکیه پروازها انجام می‌دهد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.